رئیسی به پابوس امیر تتلو میده. امیر تتلو به پابوس او نیومده ها، رئیسی به پابوس او میره. او سمبل چیه؟ صرف نظر از اینکه چی میگه، موسیقی زیرزمینیه. دستگیرش کردن، زندانش کردن، تحقیرش کردن، روابطش معلومه، قیافش معلومه، تتویی ورشه، عکسش با دخترها هست، یکی این بغل یکی این طرف، اینا که هست. خب رئیسی به پابوس او میره. این یعنی شکست نظام در مقابل خواسته های جامعه جوان ایران. این یعنی شکست. این یعنی رئیسی با همه ید و بیضاش به خاک افتاده و به خاک می افته. این رو باید دید. ببینید هر موضوعی رو میشه از دو جنبه بهش نگاه کرد. از نظر من شکست رئیسیه، نه موفقیتش. یه عده میاد میخوام اینو مثبت رژیم بگه. آقا شما فکر میکردی یه موقعی رئیسی این کارو کنه؟ میخوای اینو ظرفیت رئیسی ببینی؟ نه، این فلاکت رئیسیه. این طلیعه سقوطه. این نشون میده چه نیرویی داره بالا میاد و چه نیرویی پایین میره. این ربطی به نظام سیاسی نداره. عرض کردم این دوتا باید یه جا به هم بخورن و میخورن. که نمیدونم چطوری، نمیدونم کجا، نمیدونم.